برداشتن انگشت که در حالت التحیات ما و شما میخوانیم، وقتی اشهد ان لا اله الا الله گفتن دمی برداریم، اشهد ان لا اله دمی برداریم، الا الله دمی پرتاییم. وقتی انسان مسخره میکنند، وقتی انسان وهابی میگویند، باور کن وای شاید که در وجودش هیچ از ایمان و اسلام چیزی وجود نداشته باشد که وقتی انسان عمل سنت پیغمبر در چنگ میزند و یا مسخره میکند که تو وهابی هستی. اگر وای وهابی باشد باز یک سخن دیگر گفتنی بودم. از این خاطر برداشتن انگشت این سنت است. انگشت ها را بردارین. من یک بار دیگر در این موضوع گفته بودم، کسی می بردارد ثواب میگیرد، کسی نمی برداری به همون انسانی که انگشت چمی بردارد خلل نرسان، خلل نرسان، زیرا تو علم نداری. اگر تو علم داشته باشی مرحمت بیا نزد ما. کجا در 18 فاسد کننده نماز در برداشتن انگشت است؟ اگر در کدام کتابی هم که باشد این سند ندارد، این قول رد است، این دلیل ندارد در فاسد کننده نماز برداشتن انگشت باشد، وقتی که 35 36 حدیث پیغمبر خدا در باب برداشتن انگشت باشد. این از کجا از فاسد کننده است؟ وقتی پیغمبر خدا میگه هی اشد علی الشیطان من الحدید، وقتی این حدیث پیغمبر خدا همین برداشتن که شما میبردارین انگشت اشهد ان لا اله که برداشتین، وقتی میگذارینش همچنان است که در سر شیطان شما با یک آهن زده باشین. اینقدر ثواب دارد. مسخره کننده در نزد الله البته گناهگار می شود. من به همه شما مراجعت میکنم، بردارین ان شاء الله ثواب میگیرین.